آموزش این نون فانتزی خوشمزه رو حتما ببین. توی قابلمه یه پارچه آب رو بذار یکم گرم بشه. حالا توی کیسه نایلونمون 700 گرم آرد سفید، 2 قاشق خمیر مایه، 2 قاشق نمک، 2 قاشق شکر یکم ترکیب کن و آبی که یکم گرم شده بود و بهش اضافه میکنی. بعد بهش یکم روغن میزنیم و توی کیسه خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. وقتی که مخلوط شد 1 ساعت استراحت بده. بعد از 1 ساعت خمیرمون رو خارج میکنیم و یکم آرد پاشی کن و ورز بده. حالا به 4 قسمت مساوی تقسیمش کن. 20 دقیقه استراحت بده. بعد از 20 دقیقه 30 ثانیه توی آب جوش بذار و سریع خارج کن. حالا بهش فرم بده. بعد با دونه های خرفه و کنجد تزیین کن و 20 دقیقه بره تو فر 180 درجه. با هر خوراکی که دوست داشتین نوش جان کنید.